شو خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ تمام دریبلای جدیدی که توی FC25 به بازی اومدن و امسال 7 تا دریبل جدید به بازی اضافه شده که دریبل کاربردی هم کم نیست بینشون. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. بذارید ویدیو رو با این دریبل استاپ اند گو شروع کنم که برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 2 ستاره نیاز دارید. اگه اولین سالیه که سمت FC اومدید و نمیدونید این یعنی چی، باید بگم که هر کدوم از دریبلایی که توی بازی هستن با توجه به اون میزان نمایشی بودنشون بین 1 تا 5 ستاره قرار میگیرن که برای زدنشون حتما باید بازیکنتون اون اسکیل موو مورد نیاز رو داشته باشه. برای فهمیدن اسکیل موو بازیکنتون هم کافیه داخل ترکیب بیاید و آنالوگ راست رو به داخل فشار بدید و توی این قسمت به طور مجزا میتونید اسکیل مووش رو ببینید. برگردیم به ویدیو. برای زدن دریبل استاپ اند گو باید روی پلی استیشن L2 و روی ایکس باکس LT رو نگه دارید و بعد آنالوگ راستتون رو اول به پشت بازیکنتون بعد به جلوش ببرید تا بازیکنتون این دریبل رو بزنه. این دریبل یکی از اون دریبلاییه که کارایی خاصی توی بازی نداره و فقط اضافه شده تا لیست دریبلای بازی کم نباشه. هرچند که میتونه توی لحظه زدنش یه مقدار سرعتتون رو زیاد بکنه، ولی قابل پیش بینی بودن این دریبل باعث میشه که دریبل خوبی نباشه و نتونیم خیلی باهاش بازیکنای زیادی رو رد بکنیم. برسیم به دریبل بیگ فینت که برای زدنش مثل دریبل قبلی به بازیکنی با اسکیل موو 2 ستاره نیاز دارید و تقریبا با تمام بازیکناتون میتونید این دریبل رو بزنید. برای زدنش هم باید در حالی که روی پلی استیشن L2 یا روی ایکس باکس LT رو نگه داشتید آنالوگ راستتون رو اول به سمت چپ بازیکنتون بعد به سمت راستش ببرید. این دریبل انیمیشنش وقتی که کامل ایستادید و توی حرکتیت فرق میکنه که خیلی جالبه، ولی متاسفانه با این دریبل هم خیلی نمیتونید بازیکنای روبرو رو فریب بدید و بعضی وقتا فقط میشه هوش مصنوعی بازی رو فریب داد. پس خیلی کاربردی نیست امسال. بالاخره بعد از چند تا دریبل ناکارآمد رسیدیم به یکی از بهترین و متاترین دریبلای امسال، یعنی استپ اوور بال که برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 4 ستاره نیاز دارید. این دریبل یکی از بهترین گزینه‌ها برای تغییر جهت سریع از کناره ها یا گوشه محوطه برای وقتیه که میخواید خودتون رو توی موقعیت شوت زنی قرار بدید. برای زدنش هم کافیه در حالی که روی پلی استیشن L1 یا روی ایکس باکس LB رو نگه داشتید اول آنالوگ راستتون رو ببرید جلوی بازیکنتون، بعد اگه خواستید از سمت راست خارج بشید آنالوگ راست رو به سمت راست ببرید و اگه خواستید از سمت چپ خارج بشید به سمت چپ بازیکنتون ببریدش. اگه میخواستید فقط یه دریبل رو از توی لیست دریبلای جدید بازی حفظش کنید این دریبل میتونه امسال بهترین انتخاب براتون باشه. اما بریم سراغ تو درگ استپ اوور که تنها دریبلیه که توی دریبلای جدید بازی برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 5 ستاره نیاز دارید و بیشتر به درد توی محوطه و کناره های زمین میخوره و میتونید توی این موقعیت ها بیشتر بازیکنای جلوتون رو رد بکنید. البته من امتحان کردم توی مرکز زمینم میتونید خوب باش بازیکنای روبرو رو رد بکنید. برای زدنش هم باید اول L1 یا LB رو نگه دارید و یه دونه نیم دایره پشت بازیکنتون بزنید. تنها بدی که این دریبل داره میتونه قابل پیش بینی بودنش باشه که حریفتون میتونه حرکتتون رو حدس بزنه. به نظرم برسیم به بک هیل تاچ که پارسال توی بازی بود ولی امسال فقط انیمیشنش سریعتر شده که خب مخصوص لای زدنه و برای زدنش اول L1 و R1 یا LB و RB رو باید روی تنظیمات کلاسیک دسته نگه دارید و آنالوگ راستتون رو ببرید عقب تا بازیکنتون این دریبل رو بزنه و اگه خوش شانس باشید میتونید باهاش لایی هم بزنید. و اگه روی تنظیمات پس بازی میکنید باید L1 و R2 رو نگه دارید تا بتونید این دریبل رو بزنیدش که پارسال هم با اسم فلیر ناتمگ شناخته میشد. برسیم به رانینگ وی درگ که برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 3 ستاره نیاز دارید و این دریبل قبلا توی بازی وجود داشت ولی خب باید حتما کنسلش میکردید یه دریبل دیگر رو تا بتونید این دریبل رو بزنید، ولی الان به طور مجزا میشه توی بازی زد
بدش که دریبل خوبی برای تغییر جهت ناگهانیه و میتونه خیلی کاربردی باشه توی کناره های زمین و وقتایی که یه بازیکن از کنارتون داره حرکت میکنه میشه باهاش اینجوری دور زد اون بازیکنو. برای زدنش هم کافیه اول آنالوگ راست رو به پشت بازیکن بعد به سمت چپ یا راستش ببرید که خب زدنش هم خیلی سخت نیست، راحت میشه حفظش کرد و خیلی هم کاربردیه و با توجه به اسکیل موو 3 ستاره‌ای که نیاز داره با بیشتر بازیکن‌های توی زمینم میشه زدش که این یه نکته خیلی مثبته. این از دریبل‌های خود بازی. یه دونه دریبل جدید به دریبل‌های تریکستر هم اضافه شده که برای زدنش بازیکنتون حتما باید پلی استایل تریکستر رو داشته باشه که اون دریبل هم چیزی نیست جز تریکستر فیک شات که باید یه دونه سر توپ بزنید و آنالوگ چپتون رو به این جهت بکشید تا اینجوری بازیکنتون خارج بشه. این دریبل متاترین و کاربردی ترین دریبلیه که امسال اضافه شده و مخصوصا توی محوطه میتونید بازیکنای روبرو رو خیلی راحت جا بذارید. یاد گرفتن و زدنش هم اصلا کار سختی نیست، فقط تنها چالشش اینه که باید بازیکن مناسبش رو توی ترکیبتون داشته باشید تا بتونید اینجوری سر توپ بزنید با بازیکنتون و پیشنهاد میکنم حتما امسال از این دریبل استفاده بکنید. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو. اگه سوالی در مورد دریبلات داشتید حتما داخل کامنت ها ازم بپرسید و لایک و